میکنم دیدن حالا وصل میکنم دیدن فشار کارمان بالاست، باید یک جور خور سرگرم کنم. عبادت مگه جز خدمت به خلقی؟ همیش که نماز و روزنه، کارمان یک عبادته. راستی اول تا یادم نرفته برق سر تراز قطع کو که دشنش تا صبح دیر تنبک مزه و نشو گذاشت چشم برو هم رسه. این اشتر تراش راستی برق روشنوان از دیروز قطعش فراموش کردیم نمیم وشل کنمی. خب هشکه چوان نمگه نه ما خودم یادم بوده روشنوان اسمش و رویش است. روشنوان یعنی که روشناسی در زمان فراموشت کرده. پس توی که پارسال از اونجا وستوندم همیش پاک بود، فعلا بر همون روشنایی خودشو بشن. براق هستم، امور دل بخواهی اداره برق گناباد. بفرمایید. 6,000 مرغ دیزمون مادر از گرمات تلف بشه، سرمایه هم از بین برف. این تو مانه بو، این تو برق بو. این جو ما که لیست قاموشی نبوده چون قبلش اعلام نموکنه. چه نه؟ صدایت بره موبایلم بری برو خودت شکر کو. قطعی برق تو ما با شروع محترم شهر عوض کرده. او صفحه تخمرغ تو گره از زندگی مردم کنه یا او مصوبه شورای محترم شهر. بعدشون اگر چند شونه تخمرغ سهمیه مرسی الان مرغوی دست خوشحالی قد مکی. خاموشی مطلق بگی. بیبی برق کجت قد کی؟ نمدونو یک کلیدون بزه به نظرم شهره که شهرجو بودی. کاش کموجات قد نمکی. هر وقت برق اوجا قد میکنم با گندش بیشتر بالا میه. الو ما یک از کسب و خیابون سعدیم. خدا خوش میاد که شما برق ما یک در میوم اول نماشم قد میکنه. هم شهری عزیز قطعی برق سراسری میباشد. شهر و دوره بر گناباد هر 3-4 روز 1-2 قطعی برق داره. بعد از هر گزی یک کارمند وظیفه شناس وادی اومده باز تم درید پرش مزنی. مگر مردم گناباد کشتنی شده؟ چنانچه اعتراضی دارید به سمت کوههای کبر متواری شده و در آنجا فریاد بزنید و جواب خود را بشنوید. راستی مومم امروز 1-2 شهر شوتر برم. اجازه هست؟ فقط 2 شهر دیگه باید برق شنو قطع وجیبت وصل کنم. یک نخبو چگر کنم؟ اصلا کل گناباد قطع کو و با خطر جمعی برو. وقت گناباد برق نداره اصلا دنیوش نبشه. خلاص